تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزدی لمحه‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. مسافر با امید دیدار مهمان خوابها و رویاهای خود نشسته بود، زیرا خواب دیده بود که زرینه هفته 2-3 ره به سیر و گشت از قلعه بیرون می آید و روز او با یک سیله دختر بیرون آمد. دختران یک رنگ لباس داشتند و یک سن و سال. مسافر قهرمان خوابهای خود را دیدن برابر شناخت، زیرا او همچون تور بود که در خوابها دیده بود. گویا حالا نیز خواب بود یا رویا می دید. دلش سخت می زد، نفسش می گرفت. مسافر شرفه پا و قی و چوب و دختران را می شنید، خرامیدن و جمیدنشان را می دید، اما دست و پایش مدار نداشت که به پا راست شود، به پیشواز آرزو و آرمانهای خود گام بردارد. وقت سیله دختران به او برابر آمد، زرینی زرنگار ایستاد و راست به چشمان حیرت زده و خسته مسافر نگریست و به دوگانه های خود گفت: آنه که رسیده همین است، که ببینیم پیامدش چه خواهد بود. دوگانه ها نگاهی کنجکاو با او دوختند. در پیشانی وسیع و بیچینش نوشته ندیدند، نامراد دنبال بانوی خود گرفتند. مسافر شگفت زده مانده بود و نمیدانست گفته های زرینه را چون تفسیر کند و نگاه دختران را چون معنی داد، زیرا امر واقع گاهی با خیال و آرزو چنان به هم میپیچید که مسافر نمیفهمید که این همه محصول رویاهای اوست یا او خود محصولی خواب و رویاهای کسی دیگر است. مسافر همین طور که نشسته بود نشسته ما. دختران از سیر و گشت باز آمدند. این ره نزد او توقف نکردند، نیم نگاه هم سویش نافکندند. از پس آنها دروازه بسته شد و مسافر را چنین نمود که دری بخت را ابدی بستند. چندین روز دیگر امیدوار نشست، ولی دختر با دوگانه ها بیرون آمد. اما رفت و آب به قلعه زیاد شده بود. پیاده ها با شتاب می آمدند و می رفتند، سواره ها با شتاب می آمدند و می رفتند. حادثه رخ داده بود که روند زندگی یک مرام و یک نواخت قلعه را خللدار نموده بود. حقیقت این بود که بکتاش ولدی تیمورتاش با چاکران و زرخریدانش به سرحد سرمدره رسیده بود. با سربازان سردار، پهلوان و کامرانشاه دیگر آمده بود. وقتی شماره زیادی کشتگان و زخمیان را آوردند، در شهر و اطراف واهمه افتاد. گریزگان اگمددره که بوی از جهل و ظلمی میرشان برده بودند، سراسیمه بار و بونشان را جمع می آوردند و در سراغ ملک امن دیگر می افتادند. جوانان زیادی را از اطراف و اکناف می آوردند، تفنگ یا شمشیر و سپر می دادند. سرباز کارشناس را رهبر می کردند و به تکابی سرمدره به جبهه دیگر می فرستادند که دیر یا زود زخمی یا کشته باز می آوردند. بعدی هفته جنگ شبانه جسدی کامرانشاه را به قلعه آوردند. صبح چون نوحه جانگداز دیرینه از 4 باره قلعه بلند شد، مردم شم خبر را فهمیدند. هنوز خاک گوری کامرانشاه را نامش نپریده، جسدی فرزند دیگری میری سخی را آوردند. هنوز تابوتی باغبان را به نیمراه گورستان نبرده بودند که از روبرو 4 نفر با جسدی ساسان رسیدند. میری سخی نعره کشید و سری راه افتاد.
جانانشاهی 15 ساله دیوانوار با پشت اسبی شهید جست و جانب تکاب مهمه زد. کسی فرصتی لجام اسبی او را گرفتن نیافت. در این میان تنها زرینه زرنگار اشک نمی ریخت، مو و رو نیز نمی کند. آرامی و خاموشی او از اشک ریزی و موکنی دیگران وهمانگیزتر بود. هرچند رنگ باخته بود، در لباس ماتم بازم زیباتر می نمود. چی پیراهن و سراندازی سیاه، سفیدی و سرخی رو و مو را تابانتر ساخته بود. لشکری میری اگمددره روز به روز پیش می آمد. پیدا بود که در سرمددره نیروی نیست که پیش راه او را بگیرد. سردار پهلوان و سامانشاه یگانه امید به آن داشتند که تا تنگی پس می نشیند آنجا حمله دشمن را نگه می دارند. اگر غفلتگیرش کنند شکست سخت وارد می سازند. اما بکتاش ولد تیمورتاش توسط جاسوسان از این موضع مخلق خبر یافته بود که سربازانش را دو قسم کرد. گروه از پیراه و بیراهه کوههای دو طرفی رودخانه می آمد. گروه دیگر زیر نظری خودش از جاده می آمد و دنیا را با چشم سربازان سردار، پهلوان و سامانشاه تنگ می ساختند. مسافر در همچون جای خود زیر چنار سری راه نشسته بود. انگار هرچی در اطراف رخ می داد به او مربوط نبود، یا شاید هنوز هم خود را در عالم خواب و رویاهای خود یا کسی دیگر می دید. اگر از عالم رویای کسی دیگر بود پس فراموش شده بود. اگر در عالم رویای عالم خود بود پس خود به خبر حدی بین خواب و بیداری را برداشته بود. وگرنه هیچ آدم در این حال و زیر چنار چون بود در بتکده نمی نشست. خود را نادیده و ناشنیده نمی گرفت. چونون می نشست که انگار شیخ خانقاه در راه طریقت. این چی شور است که در دور تو برپا شده زرینه زرنگار؟ چی گذشته که نوخطان رخش رویین سوار می روند و مرکب چوبین سوار بر می گردند؟ زرینه زرنگار، آدمی چرا انوار سماوی و فر خدایی را دیدن نمی خواهد؟ از ظلمات و غژدی وارستن نمی خواهد؟ زرینه زرنگار، آدمی چرا اگر توده شود پوده می شود، سوده می شود، سیمای الهی خود را گم می کند، درنده و چرنده و خزنده می شود؟ زرینه زرنگار، یکی از آمدن خود شادمان دیگر پشیمان است. یکی کان می کند دیگر جان، یکی خون جگر دیگر شهد و شکر می خورد. زرینه زرنگار، تشنه به نزد چشمه می رود، نه چشمه به نزد تشنه. زرینه زرنگار، اما چی کنم؟ آب چشمه دیدار تو شور بوده کش تشنه تر گشتم. زرینه زرنگار، من زر ندارم تا پیش پایت چاشم، لشکر ندارم تا ملکت را تازم، بال ندارم تا این باره های بلند را پرم. زرینه زرنگار، هرچی هستم همینم، فرمان تو بگیر است یا بیمیر است. زرینه زرنگار، در این میان چیزی در قلعه و در اطراف رخ داده بود. به آن میمون که قوه های درگیر یا از دری آشتی در ماندن یا جانبی شکست خورده سری تسلیم پیش نهاده است. بابای بهرام روایت میکند و ملا بخاری زاده تصدیق که چون جسد جانانشاه اورامر را نیز به قلعه می آورند. زرینه نزد پدر می درآید، میگوید که او دیگر طاقت دیدن برادران گلگون کفن خود را ندارد و بیش از این آه و ناله یتیمان و بیوزنان را شنیدن نمی خواهد. اگر بکتاش ولد تیمورتاش به طلب او آمده است اینک آماده است. اگر انصاف دارد سال بگذرد تا عزا بگیرد، روح شهیدان را شاد دارد وگرنه اختیار اوست. غالب می فرماید مغلوب می بردارد، لیک هیچ لباس غیر از لباس سیاه سال و عصر نمی پوشد. میری سخی پس از شنیدن حرفای جگربندش ساعت سرخم می نشیند.
بالاخر آه خسته از دل شکسته میکشد. با همه به مغزی و کثافت، پرباده و حماقت 10 سال قبل کجا بودی؟ منغت لعنتی میخیزد و از پیشانی دخترش میبوسد. خاموش از خانه بیرون میشود. زرینه زرنگار را بردند. بکتاش ولد تیمورتاش سال چی ساعت هم مهلت نداد. غالب میفرماید و مغلوب میبردارد. قافله از نزد مسافر عبور کرد. پشت اسب سفید مهمانی خوابها و رویاهای او نشسته بود. در لباس ماتم او باز هم زیباتر مینمود، زیرا سیاهی لباسش سفیدی و سرخی رو و مو را باز هم تابانتر میساخت. بچن شتر و استر کالاهای زیاد جهاز عروسی را انباشته بودند. 6 نوکر از پیش و 6 نوکر از پس و 2 دختری خانه‌زاد از چپ و راست زرینه را مشایعت میکردند. میری سخی از خانه بیرون نآمد. تنها دیرینه که در این چند روز موهای ماش و برنجش چون پنبه سفید گشته بودند، اشکی سوزان ریزان تا به تنگی آمد. دم تنگی همی دوگانه های زرینه صف کشیده بودند. چون از دور قافله را دیدند دیگر طاقتشان نماند. تاخ گریستند. زرینه از اسب پیاده شد، هر یکی را بوسید، به حرف باز اسب را سوار گشت و قافله به راه افتاد. 1 نفر قافله را فاصله گرفته می آمد و از قافله 1 نفر دیگر می‌دانست که 1 نفر قافله را فاصله گرفته می آید. بکتاش ولد تیمورتاش در عمر خود زنی را به این همه زیبایی ندیده بود که زرینه زرنگار را. هر نفر دیگر می بود از این عطای الهی شکرگزار و مسرور می شد. اما این ترک صحرایی انگار بلای آسمانی را دیده باشد ترسید. سخت ترسید. اول کاری که کرد این بود که فرمود تا دیوارهای قلعه را باز 1 قد آدم بلند بردارند. گویا زنی و آدمی نبود، از جنسی پری بود. بال داشت می پرید، دیوار را عبور میکرد. بکتاش شماری پاسبانان و میرشبان را 1 بر 3 افزود. میرهزاری و املاکداران و اربابان را فرمود که از فقرا برای نگهداری این همه نوکران اندازی خاصه بستانند. اون همه اندازهایی که میری سابق مقرر کرده بود در نظری او خیلی ناچیز و مفلسانه می نمود. به دخل و شرخ قلعه کفایه نمی کرد. چی جای پرداخت خراج امارت؟ در داخل قلعه هیچ خدمتگزاری جوانمرد، حتی مردی سال دیده نبود. خدمتگاران همه زن و باغبانان و هیزمکشان همه موی سفید بودند. پاسبانان باره و دروازه سربازان قاصدان هیچ کدام حقوقی به میرنشینی اندرون پا گذاشتن نداشتند. گذشته از این چند زن در میرنشینی اندرون هر 1 قدم بانوی نو را زیر نظر داشتند. چند مرد دیگر بیرون قلعه در کاروانسرا، بازار و مسجدها میگشتند. گوش به قمار بودند که از بانو و حاکم قلعه چی حرف میزنند، چی زشتی ها میکنند. اگر زرینه زرنگار هوای سیر و گشت میکرد و از قلعه بیرون آمدن میخواست، 40 نوکر از پیش و 40 نوکر از پس برای حفاظتش آمده بودند. 4 تبال پیش میرفتند و طبل دورباش میزدند. هر که این صدا را میشنید خود را از نظرها پنهان میکرد. اگر فرصت نمیافت به زمین مینشست، جامه به سر میکشید. اگر بیخبر یا گستاخی پیدا میشد و جامه بر سر میکشید، 40 نوکری پیشرفت 40 درش میزدند. 40 نوکری پسرفت 40 تاره ریشش را میکندند. 4 تبال نرمی گوش چپش را چاک میکردند یا به قول مردم حلقه بکتاشی میزدند. هر کی جا پیدا شد مردم به سویش توف بیاندازند، از وی رو بتابند. مدت بکتاش ولد تیمورتاش مشغولیت دوست داشته خود، یعنی به 100 رنگ و به 100 رنج کشتن مجرمان را فراموش کرد. با او چنین می نمود که اگر او 1 لحظه از قلعه بیرون آید، حتما زنی او خواهشی جوانتر و زیباتر دیدن پیدا خواهد کرد.
با اینکه زنها کانی مکرند و خیانت، ولی لحظه شک نمی آورد. خاصه به صاحبی چنین حسن و لطافت که حتی هم جنسانش آرام و به هوس نگاه کرده نمی توانند. کاش همی سرمدره را قتل عام می کردم و تو هم بینشان کشته می شدی زرینه زرنگار. کاش آن سنگی که وقتی آمدنت از بغل کوه کنده شد و یکی از خدمتگارانت را برود افکند تو را می افکند زرینه زرنگار. ای کاش از مادر زاده نمی شدی یا از بادپیچ افتاده گردنت را می شکستی زرینه زرنگار. شبها خوابش نمی برد. امر داده بود که چراغ‌های رهرو و دهلیزها را تا صبح فروزان بمانند، درها و بادوانه‌ها را قفل بزنند. پس از نماز خفتن در میرنشینی اندرون شرفه پای شنیده نشود. هرچند میدانست که امرش بیچون و چرا اجرا می شود، باز پیش از سر به بالین ماندن قفلها را یک یک می سنجید، شم و چراغ‌ها را یک یک می شمرد. نصفای شب خیسته چون سمنامبول ماه پروین همه دهلیز و راهروها را می گشت. زیری سبدهای پره و بوته های گل شمشیر می زد که مبادا کسی پنهان شده باشد. این چی روزی سیاه است که شب در چشم خواب و روز در دل قرار ندارم. زرینه زرنگار، این چی روزی سیاه است که همه تا دیدن دیوانه بشوند، من پس از دیدن. زرینه زرنگار، این چی روزی سیاه است که من به هوایی که نفس میگیری به خاکی زیری پاشنهایت میفشاری باور ندارم. زرینه زرنگار. روزی که مسافر پشت قافله فاصله گرفته به راه افتاده بود، به اگمدره رسیده بود. خرسنگی عظیمی را نزد قلعه به ناگاه و پشتبان ساخته روز را آنجا شب میکرد و شب را روز. کسی نمیدانست که او چی میخورد، چی مینوشد. بی پلاس و بی گرم لباس شبهای سرد کوهستان را چون تحمل دارد. کارش همین بود که چون هفته یک بار تبالها طبل درباش را میزدند، از قلعه بیرون شدن زرینه زرنگار را پیغام میدادند. سری راه میفرامد، بدیلی بیقرار انتظار رسیدن گلبهار خود می نشست. این دم او را چنین می نمود که بادها بوی گل و ریاحین می آرند. سنگ‌ها به زبان آمده ترانه می خوانند. درختان کوه و پشته ها پایان خوابیده، قدقدی راه صف کشیده از شاخهای خود برگ می افشانند. پایاندازی تنها یک نفر در این دنیا سزاوار می گسترند. بهشت دیدن دارد و خوردن ندارد. زرینه زرنگار. اگر در عالم دو خوشبخت باشد یکیش منم، اگر یکی باشد همان منم. زرینه زرنگار. مسافر سری راه می نشست و زرینه را با نوکران بدرکش منتظر می شد. نوکران او را حاضر و ناظر می دیدند و خود را نالیده می گرفتند، زیرا زرینه آنها را از سر و کار داشتن به او منع فرموده بود. میر از این عمل خبر یافته چون چوبی تر سوخته بود. خوب یادش که در بچگی دیوانه را سنگ زده بود. میر تا حال مسافر را دیوانه بیش نمی‌دانست. پدرش او را زیر مشت و لگد گرفته بود که گناه عظیمتر از گناه آزار دیوانه و زنای زن نیست. اما ناخوش و زشت بود که یک نفر بگذار دیوانه گستاخ و بیباک زنی او را می‌نگرد و شاید در رویاهای دیوانگیش او را زنا هم می‌کند. این توهم و اندیشه ها بیکتاش ولد تیمورتاش را دیوانه می‌کرد، لیک دندان به دندان می‌سایید و طاقت می‌نمود. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. انجام گفتار ششم. شاد و موفق باشید.